معین صاحب مسلکی وزارت امور مهاجرین به خاطر دیدن شما، به خاطر ملاقات شما آمده است، کابل تشریف آورده و هیئت همراه هم همراهش هست. چیزی مشکل اگر دارین، گپ دارین از کشور جمهوری اسلامی ایران، آزادانه برای معین صاحب محترم گفته میتونید. پاسپورت خو هیچ کس به داد ما نرسید. تا همین جوگا هم آزار و اذیت و لط و کتک خورده شده. این برگه تمدیدی پاسپورت. دغه سی وهلم چند جمپر وهل خو پرې د اچول او ما لغت لاندې څلور دانې ول دومره ولم حتی چې خوله پوزې را باندې وینې کړه خو چې افغات راولم یو بل پیسې هر څه چې را سره ورانې واغستل بیا مې پوښتنه وکړه چې پیسې کوسخول ډاز به وهلم تاسې وهلم چې مرګ ته وهلم اپل اورال یو بشاره خزه و خزه روان ولا خزه مو وهله وته ول جګګ بوډاګان ول ډیر خلک واسه تاسې اذیت وکړ چې بیخي موږ نه بیخي خره جوړ کړی ول. من نورالله محمدی هستم، از ایران ردیمه شده. دستمایی که تو دست ما زده هنوز زخماش هم وجود داره، نه غذا هست نه آب هست، هیچی نیستش. تازه لطوکوب میشیم، حیوان گوسفند همه چی با ما میگه. یعنی حقوق بشر اگر باشه حقوق بشر باید با ما رسیدگی بکنه. اگر حقوق بشر باشه، اگر نباشه دیگه مثل گوسفندا میره دیگه چی گفتنی نداره. سلام علیکم و رحمت الله. معین صاحب محترم، شما امروز به مرز تشریف آوردین. سفر شما واقعا یک سفری بسیار با ارزش است و یک سفر شکوهمند است. دروازه 34 ولایت افغانستان است. این نمایندگی از این میکنه که امروز شما به 34 ولایت افغانستان سفر کردین و تشریف آوری شما را از صمیم قلب خوش آمدید میگویم. خراغلاس در توایم علام مراواله خوش کلدنگ معین صاحب. اجازه را کړئ چې خپل گزارش او کارکردگی د یو کال په وړاندې مفصل او خلاص تاسو حضور ته وړاندې کوم. جناب معین صاحب محترم، از شروع حمل سال 1302 ما 5300 مهاجر داریم که یکش ردی مرزیش قانونی است و مهاجرین خودانگیخته است که آزاد ما میگیم. مهاجری ما که ردی مرزی است 5496 فامیل از شروع حمل تا اکنون وارد کشور شده است که مجموع مجردیان همراه فامیلی 165583 نفر می شود. این ردی مرزی های ماست. جناب معین صاحب محترم، مهاجرین خودانگیخته ما یا آزاد ما 6097 فامیل
در طول سال از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده که از آن جمله که جمعاً همراه مجردیانشان 187,026 نفر می شود که وارد کشور گردیده. علی رسول کریم. ما وقت مختصر جناب معین صاحب بر شما معرفی میکنیم و بعدا جناب معین صاحب بیانات ارزنده خود خدمت شما تقدیم میکنه. مولوی صاحب عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و رئیس کمیته اسکان موقت کمیسیون رسیدگی به مشکلات امور مهاجرین. اولا به مردم شریف با فرهنگ و با دیانت و مجاهد پرور هرات و باستان تسلیت عرض میکنیم که چند روز قبل اینجا حادثه طبیعی پیش شد و زلزله پیش آمد و خیلی مردم متدین مردم هرات باستان شهید شدند و شهادتشان را در نزد الله جل شانه استدعا میکنیم که قبول کنند و بازمانده هایشان را الله جل شانه صبر جمیل عنایت فرماید. شما در جریان هستین هدف سفر ما به مرز اسلام قلعه به خاطر رسیدگی به امور مهاجرین است و جریان هستین چند وقت قبل کشورهای میزبانی که همسایه ما هستند خلاف اصول بین الملل و خلاف اصول همجواری و به وقت حساس که وقت زمستان است وقت سردی هوا پیش آمده است و مهاجرین ما را اجباراً و اخراج میکنن از کشور و به این باره اگرچه به بعض کشورهای میزبان مذاکره و سفرها از طرف مقامات امارت اسلامی افغانستان سفر شده و به همراه اونا صحبت نموده و درباره مهاجرین بحث و مذاکره و گفتگو شده، بلکه انشاءالله این گفتگوی مؤثر واقع شود. خصوصا به جمهوری اسلامی ایران چند روز قبل که شما در جریان هستین معین ریاست الوزراء معین اقتصادی ریاست الوزراء حاجی مولا برادر آخوند سفر کردن به همراه مقامات ایرانی صحبت کردن و درباره مهاجرین هم به اونجا بحث صورت گرفت و شاید که انشاءالله اونا به وعدهشان وفا کنن و عمل کنن و مهاجرین ما را زیادتر به این وقت حساس و خارج نکنه. امیدوار هستیم. به این اساس امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتن به خاطر که مهاجرین را استقبال نماید و به اونا جای و به اونا ترانسپورت به اونا و مشکلاتی که اونا دارن به او رسیدگی کنند. به این اساس در مقام بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان کمیسیون تشکیل شده به رهبری معین اداری ریاست الوزراء حنیفه صاحب و در تحت او چندین کمیته ها تشکیل شده و کمیته ثبت و استقبال مهاجرین است و کمیته انتقال ترانسپورت مهاجرین است و کمیته اسکان موقت مهاجرین است و دیگر کمیته هم تشکیل شده است و به این اساس و مسئول کمیته ها در ولایت ها سفر کرده و همو وظیفه و لایحه‌ای که دارن اونا را در ولایت ها اجرا کنند. معین صاحب مسلکی وزارت امور مهاجرین به خاطر دیدن شما به خاطر ملاقات شما آمده است کابل تشریف آورده و هیئت همراه هم همراهش هست. چیزی مشکل اگر دارین گپ دارین از کشور جمهوری اسلامی ایران آزادانه برای معین صاحب محترم گفته میتونید.
مؤسسه های بسیار زیادی انشالله اعلان آمادگی کرده است در این قسمت، چون مسئله مهاجرت یا مهاجرین یا عودت کنندگان یک مسئله بشری می باشه. خب ما انتظار هممی است که بالاخص مؤسسه هایی که زیر مجموعه یو این هست تب و تلاش های خود زیادتر بکنه و در این راستا اونا هم سفرامی داشته باشه. انشالله شما در آینده های نزدیک شاهد خواهد بودیم و آمار دقیق به ارتباط مشارکت مؤسسه ها و نوع کمک ها و رسیدگی به مسائل مهاجرین بعد از سروی، بعد از بررسی‌های لازمه از طریق ریاست عمومی کمیسیون انشالله با تمام رسانه‌ها شریک خواهد ساخته شد.